توان دادن 11 شهروند تاجیکستان به قرقیزستان تصدیق شد. اشکار شدن زیاد از 7000 حالت ویرانکنی قانونگذاری زمین. روسیه که به خشونت مهاجران دعوت میکرد شرطاً از آزادی محروم شد. امریکا از آمادگی روسیه برای اشغال یک قسمت اوکراین خبر داد. 11 ساکنی دهه قرغانچه ناحیه جبار رسولوف در ولایت سوخت پس از پرداخت تاوان یا جریمه به قرقیزستان از آن کشور به خانه‌های خود برگشتند. پیشتر دادگاه ناحیه لیلکی ولایت بادکند آنها را به گذشتن غیر قانونی از سرحد گناهکار کرده بود. نمایندگان حکومت ناحیه جبار رسولوف گفتند این گروه ساکنان را یک صاحبکار از قرقیزستان به کار برده جریمه‌شان را نیز او پرداخته است. این ساکنان اولی ماه می امسال هنگام کار در کانی انگشت شهرک سولوکته قرقیزستان هم مرز با دهه قرغانچه تاجیکستان بازداشت و 3 ایون در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان محاکمه شدند. هر یکی به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومانی محکوم شدند. طرف تاجیکستان درباره این واقعیت تا نشست خبری حکومت ناحیه جبار رسولوف سکوت اختیار کرد. دهه قرغانچه بیش از 5000 اهالی و با قرقیزستان حدود 30 کیلومتر مرز دارد. در نیم سال اولی سال جاری 7001 حالت ویرانکنی قانونگذاری زمین اشکار گردیده است. بنا به اطلاع کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی کشور برای برطرف نمودن حالت‌های اشکار گردیده 6364 دستور داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 323 حالت زیاد می باشد. در سنت پتربورگ سود رمان ایوانوف را برای دعوت به خشونت از روی منسوبیت به ملت به مهلت 3 سال شرطاً از آزادی محروم کرد. طور خدمات مطبوعاتی متحده سودهای سنت پتربورگ خبر می‌دهد ایوانوف در صادر نمودن جنایت مطابق ماده 208 قسم 2 کدکس جنایی روسیه دعوت عمومی به عملی سازی فعالیت اکستریمیستی طریق اینترنت گناهکار دانسته شده است. موافق مواد پرونده ماه می سال روان محکوم شده در گروه ناتسیسکه сообщество جمعیت ملتگرا در شبکه اجتماعی ВКонтакте کاربران را به صادر نمودن عملهای زورآورانه نسبت به قرقیز و تاجیکان اینچنین نمایندگان مردم قفقاز دعوت می‌کرده است. گفته می‌شود خود رمان ایوانوف به گناهش پورا اقرار شده است. سود به ایوانوف جزای شرطاً محروم کردن از آزادی به مهلت 3 سال با مهلت آزمایشی 3 سال تعیین کرد. او همچنین در مدت 2 سال و 10 ماه حقوق ندارد که در فعالیت مربوط به تشکیلات و اتحادیه‌های جمعیتی از جمله با استفاده از سامانه، شبکه‌های الکترونی یا اطلاعاتی با شمول اینترنت اشتراک کند. کاخ سفید هشدار داد که روسیه برای اشغال قسمت‌های بزرگ اوکراین زمینه گذاری می‌کند. نماینده رسمی شورای امنیت ملی نزد پرزیدنت امریکا جان کیربی روز 19 ایول با استناد به معلومات خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا هشدار داد که مقامات روسیه قصد دارد قلمروهای اطراف خرسون، زاپاروژیا و تمام دونباس اوکراین را جزء قلمرو کشور خود اعلان کند. کیربی عملهای مسکو را در منطقه های تصرف شده اوکراین با رویدادها در جزیره اشغالی کریم مانند کرد. کیربی گفت ایالات متحده نقشه های کرمل را فاش می کند تا جهانیان از اشغالگرایی ها و عملهای غیر قانونی احتمالی روسیه آگاه شوند.